سلام، من پارکر از پرسیسکا هستم. این ویدیو با هوش مصنوعی درست شده. بهتون نشون میدیم که چطور این کار رو با استفاده از هوش مصنوعی انجام بدین. اما هم در یادداشت برداری در طول دوره بهتون کمک میکنه. من اما هستم، دستیار شما در پرسیسکا. به طراحی وبسایت بدون نیاز به کدنویسی علاقه دارید؟ آیا می‌خواهید یک توسعه دهنده وب شوید و صاحب آژانسی شوید که هزینه‌های توسعه، نگهداری و مشاوره میلیونی را دریافت میکنه؟ این دوره میتونه به رسیدن به این اهداف کمک کنه. در دوره آموزشی واقعی به جای هوش مصنوعی، بنجامین شما رو راهنمایی میکنه. همچنین مثل چیزی که الان میبینین، بهتون نشون میدیم که چطور میشه از هوش مصنوعی بیشترین بهره رو برد. این دوره آموزشی طراحی را آسان میکند. در پایان، شما یک توسعه دهنده وبسایت حرفه‌ای خواهید بود که به تکنیک‌های مختلف تسلط دارد. به شما کمک می‌کنیم تا به راحتی محتوای خود را اضافه یا ویرایش کنید، چه برای متن باشد چه تصاویر. نگران ویجت یا کدنویسی پیچیده نباشید. بدون سختی طراحی خواهید کرد. می‌خواهید وبسایتتان را دوباره طراحی کنید. شما را در تغییر قالب راهنمایی می‌کنیم. دسترسی به اپلیکیشن‌هایی برای بهبود وبسایتتان خواهید داشت. منابع لازم برای گالری‌ها یا ابزارهای تجارت الکترونیک را فراهم می‌آوریم. شما را به یک طراح وبسایت ماهر تبدیل می‌کنیم. علاوه بر این، پرسیسکا XRM رو معرفی می‌کنیم و بهتون یاد میدیم که چگونه از قدرت اون برای راه‌اندازی اتوماسیون بازاریابی برای خودتون و مشتریانتون استفاده کنین. از ساختن فانل‌های متقاعد کننده تا اتوماتیک کردن کمپین‌های ایمیل. متوجه میشین که چطور از قابلیت‌های CRM برای افزایش تعامل استفاده کنین. چه یک بازاریاب ماهر باشین که به دنبال ساده کردن کارها هست، یا یک شخص تازه وارد مشتاق یادگیری، در مسیر افزایش دانش و مهارتتون به شما کمک می‌کنیم. با CRM امکانات بیشماری در دستان شما هست. فراتر از توانایی‌های فنی، یک توسعه دهنده موفق باید بازاریابی موثری برای خدمات خود انجام بده. از طریق این دوره آموزشی، راهنمایی‌هایی رو در مورد چگونگی ارائه موثر مهارت‌هاتون به مشتریان بهتون ارائه میدیم. همچنین اما دستیار هوش مصنوعی خودم رو به شما معرفی می‌کنم که میتونه در طول جلسه همه یادداشت‌ها رو برای شما بنویسه و ویدیوهای زیبایی رو از محتوای دوره برای شما درست کنه. کاملا درسته. دیگه نیازی به یادداشت برداری یا عکس گرفتن از اسلایدها در کلاس ندارین. من همه چیز رو حفظ میکنم و هر زمانی که بخواین اونو دوباره براتون انجام میدم. پس برای شروع این دوره آموزشی همین امروز ثبت نام کنین. منتظر دیدن شما هستیم.